سلام بچه ها، خوبید؟ چطورید؟ آقا امروز اومدم با یه ویدیو متفاوت همراه با بیبی کینگ و قراره بریم با همدیگه یه سری از TNT های خیلی خطرناک رو بتر کنیم و ببینیم کدومشون باعث کرش خوردن گیم من میشه، کدومشون از همه قوی تره. تک تکشون رو تست کنیم. امیدوارم خوشتون بیاد از این ویدیو. لایک ویدیو رو همین الان بزنید. کانال آپارت روبیکام که لینکش توی توضیحات هست حتما جوین بشید. هر روز براتون کلی مدل خفن ماینکرافت گوشی و بازی اندروید میذاریم. دوستتون دارم. بریم سراغ ویدیو. مکانی که انتخاب کردم داخلش TNT ها رو بتر کنم اینجاست و کاملا شیدر و ریسورس پک و همه چی هم آف کردم که باعث کرش شدنمون نکنه زیادی. خب اولین TNT که میخوام بتر کنم TNT 5 تاییه. این یه دونه TNT 5 تا TNT حساب میشه انگاری. خب کریتیوین. یه دونه فلینت هم بذارید برداریم که کار رو جذابش کنیم. به نظر تو چه اتفاقی میفته؟ یا خدا. خب اولی که زیاد تخریبی نداشتش تا یه حدودی از پسش بر اومد. خب میایم کمی این سمتر. اینجا یه دونه TNT دیگه میذاریم. این یکی 20 تا TNT رفقا. این یکی 20 تا، این یکی 5 تا بود. این 100% با تخریبش زیادتر باشه. اینم یه تست بکنیم. 3 2 1. اوه خب اون یکی اونقدر خراب کرد، این یکی بیشتر خراب کرد نسبتا. نه هنوزم اون چیزی که ما میخوایم نیست. ما یه چیزی میخوایم بتر که سیستممون. اسم این چیه؟ ماینینگ TNT. چی کار میکنه این؟ بذارین تستش کنم. وات؟ پیکگز ندرایتی داد؟ واقعا عجیبه. بچه راستی این مود TNT ها رو براتون داخل چنل روبیکام میذارم، میتونید برید دانلود کنید و خودتون هم تست کنید. خب این که چیز جالبی نبود. اوه 100 تا TNT. این یکی بچه 100 تا، قبلی 20 تا بود، این 100 تا. بذارین همینجا تستش کنید. این فکر کنم این خرابی بزرگی به بار بیاره. 100 تا واقعا زیاده. یا خدا چیکارم کرد؟ یه فضای خیلی بزرگی رو خراب کرد. گاوه بدبخت رو نگاه کنید. کلی آدم اینجا مردش. یعنی آدم که نه، ماب مرد. ما ندیدیم انفجارشو ولی ترکید. خب آقا بریم سراغ بعدی. این 100 تایی فعلا از همه که تا الان زدیم قوی تر بود. اوه 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 این چیه بچه؟ عکس یه بمب روشه. فکر کنم اینو بزنیم مپ کلا به ترکه. تست کنیم. 3 2 1. امیدوارم کرش نکنم. اوه این باز نسبتاً انگاری چاله 100 تایه یک کمی از این کوچیک‌تره ولی تقریبا شبیه همون TNT 100 تایه ترکید. این هم چیز جالبی بودش. خب میریم کمی اینورتر. اینجا یه سری گوسفند و گاو هم هست، جای اینا بتر کنیم. تونل TNT اینا یه تستش بکنیم. تونل TNT کار میکنه. یه دونه به اضافه ساخت و گوسفندا بدبختا همشون شوت شدن اونور. اونا که اونجا میبینید فکر کنم همینا بودن ها، پرت شدن اونور. یه دونه به اضافه ساخت. جذاب بود، یه شکل داد به شیپ زیبایه. بریم TNT بعدی. داره خوشم میاد از این مود. کیوبیک TNT. این فکر کنم کیوب که میشه همون مربع. بذارید این چیز کارآمدیه. بعضی جاها میتونید به استفاده از این به جای که اسلش فیل بزنید یه جایی رو مربع بکنید. این میدونی حال میده کجا؟ داخل خونه دوستتون برید بذارید بزنید، بدبخت خونش با خاک یکسان میشه. یه مربع برامون ساخت، یه مکعب در اصل. آره مربع مکعبی. خب اینم زیاد خرابی نداشت، هنوز خرابی نداشت. اسم این چیه؟ اولد TNT. همون TNT معمولی خودمونه. TNT معمولی خودمونه و داره به من حتی هشدار میده تو چت داداش خطرناکه سیستم تگ. دوست دارین TNT ها رو تست نکن، ولی خب من به خاطر شما دارم این کار رو انجام میدم. خب این چیه؟ The Cool TNT. TNT سرده. اوه چقدر خوشگل میترکن اینها. اینم یه شکل اینطوری درست کرد. خب
نه اینم هنوز اون TNT که ما میخوام کرش بده سیستممون نیست، هنوز چیزی پیدا نکردیم کرش بده. خب این چیه؟ اسمش بانکر بوستره. خب این فکر کنم میره پایین. آره وای رسید به بدراک، کامل زمین رو کند تا ته رسید به بدراک. الان من اینو بکنم باید زیرش بره توی آره دقیقا همون چیزی که نباید باشه. خب اینم نسبتا تا الان جالب بود، از لحاظ ارتفاعی خیلی تونست بکنه این TNT بره پایین و یه چیز جذاب به ما نشون داد. بریم سراغ بعدیش همینطور نان استاپ داریم TNT ها رو تست میکنیم، خدا رحم کنه. خب بذارید کمی فاصله بگیریم از اینجا. آره به نظرم اینجا اوکی نیست، چون که اگر یه انفجار بزرگ داشته باشیم نمیتونیم بفهمیم چقدر بوده. بیایم اینجا. آره این بالا میذاری. خب TNT بعدی مستر اینکرایبل TNT. عکس این یارو تو شگفت انگیزان روشه، نمیدونم چه قرار اتفاقی میفته. خب تستش میکنیم. نه اینم قدرت زیادی نداشت متاسفانه. خب بریم سراغ بعدی اسمال TNT رین. بارون میاد. بارون TNT اومد. پنام این خفن بود، این چیز جدید و جذابی بودش. میزنی میتر کنی از هوا بارون TNT میاد. خب بعدی چیه؟ TNT رینه. اینم دوباره فکر کنم شبیه همون باشه، ولی یه تعداد خیلی بیشتری ریخت از آسمون. رو رفت. اینم جذاب بودش. خب TNT بعدی واتر TNT. این فکر کنم بهتر کنم آب بده، درسته؟ آره یه محفظه رو از آب پر میکنه. این یکی هم که TNT لاواه، دقیقا لاواه. بله. خب بعدی که آخرین TNT داخل این کتگوری ماه اینه بچه ها، تستش کنیم. چی شد؟ از آسمون لاوا اومد و بعد داره روش آب میاد تبدیلش میکنه به سنگ. داخل یکی از ویدیوها اتفاقا بچه ها داستانهای بیبی کینگ من اینو استفاده کرده بودم. کیا یادشونه تو کامنت ها بگن. یه همچین کاری شدش که بالاش رفتیم نقشه رو برداشتیم. اینم چیز جذابی بود. آقا کتگوری بعدی فکر کنم خطرناکترین کتگوریه. اینا که چیزای کوچولو هن، دینامیت های کوچولو هن، یا تخریبی ندارن. حالا یه دونش هم براتون تست میکنم ببینید. داش حرف منو بذار 2 دقیقه ازش بگذره. تخریبی زیاد بود خدایی. یه دونه چیز کوچولویی زد تا ته برد. یا خدا. اوکی ما با این کار نداریم. آقا رسیدیم به خطرناکترین کتگوری TNT هامون. این 500 تا TNTه بچه ها. فکر کنم کرش هم بده این دیگه. واقعا تستش میکنیم. 3 2 1. چقدر بزرگ ترکون، ولی هنوز اون چیزی که میخوایم نیست. بذارید من یه چیزی رو میدونم بچه ها از این TNT ها. یک نفر از بچه ها به هم گفت داخل این مود یه TNT داره که کل مپ تو میتونه خراب کنه. من منتظرم به اون برسم. خب رسیدیم آقا به یه دونه TNT دیگه که عکس بمب اتم روشه و این فکر کنم انفجار خیلی بزرگی رو درست کنه. تستش میکنیم. کرش کردیم. آخه گاوا بدبختا فریز شدن رو هوا. داداش افتادن، مردن همشون. این خیلی بزرگ بود نسبت به TNT هایی که الان کندیم. بزرگترین انفجاری که داد این TNT اتمیکمون بودش. خب بریم سراغ بعدی رم اینجا تست میکنیم. این دوباره بچه ها مثل اینکه میره تو زمین. اینو بیر کیوبیک. این بچه ها فکر کنم یه مربع خیلی بزرگ برامون بسازه. کرش کردم به خدا، این دفعه کرش کردم. هر وقت کرش کنه این ویدیو تموم میشه. یا خدا
این نسبت به اونو نگاه کنید. این الان بزرگترین انفجار TNT بود که تا الان دیدیم. یا خدا، یه مربع کامل و کند. خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. بریم بعدی هم تست کنیم بچه ها. یه ویلیج رو نگاه کنید در برابر اون چیزی که ترکید. ویلیج اندازه انگوش کوچیکشه. خب آقا یه TNT دیگه داریم. عکس این بنده خدا روشه. عکس این بنده خدا. اینم توی یه دونه از ویدیوها تستش کردیم بچه ها. سرور سوخت. تایمو دارم صبح میکنم ولی هیچ اتفاقی نمیفته. تا اونجا رو لود کنه فکر کنم زمان ببره. کرش کرد فکر کنم، به قول معروف سرور کرش کرد. نگاه کنید این خوکا اینا هنوز روی هوا هن. اگه دقت کنید اینجا داره. اوه بچه کرش کردیم فکر کنم. موفق شد بالاخره این مود کرش بده ما رو و الان همه چی فریز شده. یه همچین مربعی که بکنه، مشابه بکنه، 100% باید یه اتفاق بدی براش بیفته. آها راه افتاد بچه. اوکی شد. خب مثل این که هنوز دلش میخواد این گیم ما توش TNT بتر کنیم. خب TNT آقای مستر اینکرایبل دوباره هستش. این دفعه آقا این دیگه واقعا کرشمون میده. این فکر کنم خیلی شدید باشه. 3 2 1 بازی فریز شد. فکر کنم خودم هم دارم. او مای گاد. این دقیقاً یه همچین سایز اونوری ساخت ولی به صورت دایرش. اوکی. یه دونه بچه TNT داریم به نام مترو TNT. آخرین TNT که دارم تست میکنم و تنها چیزی که تونست کرش بده منو تا یه جایی اون ترکوندیم. اینجا هم دقیقا همچین اتفاقی افتاد و همه چی راه افتاد. الان بچه ها این آخری هم تست کنیم. این فکر کنم شهاب سنگه اگه اشتباه نکنم. میگه که شهاب سنگیه که میخوره به زمین. ببینیم چقدر خرابی میاره. آماده اید؟ آخرینی که دارم تست میکنم دیگه، بقیهش چیزه چرت و پرتیه. البته یه دونه اینجا داریم بچه ها. به نظرم به جای اینی که روش عکس گذاشته رو تست کنیم خوبه. آخرین TNT که میخوام تست کنیم این باشه. این با این عکسی که روش گذاشته 100% گیم منو کرش میده. 3 2 1 صداش اومد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و الان صفحه ما فریزه. فکر کنم دیگه بچه کرش داد. اینی که با این اخطاری که این داده بودش اینو بله کرش خوردیم. آقا بالاخره موفق شد کرش بده منو این. به کرشه رو خوردیم. موفق شد بازی کرش بده. امیدوارم از این ویدئوی زیبا و سرگرم کننده خوشتون اومده باشه بچه‌ها. اگر بازم از این سبک ویدئوها میخواین تو کامنت ها حتما بگین. لایک ویدیو رو بتر کنید. چنل آپارت روبیکام یادتون نره دنبال کنید. تا ویدیو بعدی میسپارمتون به خودتون، خداتون، خانواده‌تون. فعلا